فرض کنید یک زمین چمنی وجود داره، یک میدان چمن. از نقطه الف در این ور میدان من شهروند میخوام برم اون ور میدان در نقطه ب. وقتی که من میام قواعد حقوقی رو بر اساس اقتضای زندگی اجتماعی تدوین میکنم، میام میگم آقا جان بذارید مردم رد شن. دیدید که وقتی رو چمن یک مسیری بیشتر عبور میشه از روش، زرد میشه، شکسته میشه، میگن اونجایی که آدما از توش بیشتر رد شدن رو همون رو راه درست کنید. میشه تدوین قواعد حقوقی بر اساس اقتضاء زندگی اجتماعی. اما یک زمانی از حکمران میاد میگه من نمیخوام این رو در اختیار اقتضا بذارم، من به عنوان حکمران میخوام قواعد حقوقی، حقوق و تکالیفی رو تعیین کنم که شهروندان فقط از این مسیر مشخص به اون نقطه هدف حرکت کنن، بدون اینکه بگه مردم از کجا دوست دارن برن، میاد برای خودش یک راهی رو میکشه. در هیچ نظام حقوقی در هیچ جای دنیا این تجربه نشده که فقط قواعد حقوقی بر اساس اقتضا باشه یا بر اساس مصلحت باشه. یک آمیزشی از این دو با یک ترکیب، با یک درصدی از غلبه هر کدوم از اینها بنا به اقتضای حکمرانی میتونه باعث بشه که شما یک زمانی یک قاعده حقوقی رو تدوین کنید که بیشتر بر مصلحت چیرگی داره یا بیشتر بر اقتضا. که البته من یک تعریفی از این دارم که میگم از نظر ما حقوقی ها و نه سیاسی ها، از نظر ما حقوقی ها هر چه که اقتضاء بالاتر باشه نسبت به مصلحت، یعنی معیارهای آزادی در یک کشور بیشتره. حالا چرا این عرض بند مهمه؟ وقتی که شما میایی یک قاعده حقوقی رو ایجاد میکنی بدون اینکه به اقتضاء زندگی اجتماعی توجه نکنی، صرف نظر از اینکه اون اقتضا چقدر بر معیارهای ارزشی جامعه تو مستقر هست یا نیست، شما یک قانونی رو ایجاد میکنی، یک قاعده‌ای رو ایجاد میکنی که این قاعده یا مردم نمیخواهند یا نمیتوانند یا نباید اجرا کنند. خب من میخوام یک قانونی وضع کنم یا یک سلسله قوانینی دارم در مورد افرادی که در یک وضعیتی مواجه هستند که اسمش رو به درستی فرمودن ایرانی مقیم خارج از کشور. اگر این قاعده حقوقی من بر اساس اقتضاء درست اجتماعی تدوین نشه، یعنی مقبولیت این قانون تحت تأثیر قرار میگیره. سرکار خانم، تجربه بیش از 2 دهه کار حقوقی من این رو به من یاد داده که اخلاق ضمانت اجرای قانونه و نه ضمانت اجراهای قهری. اگر یک ترکیب وسیع از افراد جامعه قانون رو اجرا نکنه که قانون اجرا نمیشه. حالا شما همه رو بیا بکن تو زندان، مگه میشه؟ برای همه مجازات بذار، مگه امکان پذیره؟ ما هر قانونی در خصوص ایرانیان خارج از کشور میخوایم وضع کنیم، چه در حوزه مالیاتی، چه در حوزه احوال شخصی، چه در حوزه کیفری، چه در حوزه حقوقی، باید مقتضای اون مرتبط بشه با زندگی شهروندان ایرانی در ایران و زندگی واقعی که اونها در خارج از کشور دارن. و اگر این اقتضا درش دقت نشه، ما یک قانون یا یک سلسله مقرراتی رو تصویب میکنیم یا یک سلسله مقرراتی رو از بین میبریم، یعنی هم در فرایند مقرر زایی هم در فرایند مقرر زدایی، که اینها هیچ اثر اجرایی نمیذاره. و اتفاقا در این مسیر ما باید یک فرایند تنقیح قوانین انجام بدیم. ببینید ما در دهه 70 یک قانون بسیار خوبی سرکار خانم تصویب شد تحت عنوان قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور. یه آیین‌نامه اجرایی هم براش گذاشته شد. بر اساس اون قانون اومدن یک معاونتی رو درست کردن در مجلس شورای اسلامی به نام معاونت قوانین. معاونت قوانین کارش این بود، یکی از کاراش این بود که هر مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی می‌خواست تصویب بشه، اون بررسی می‌کرد، میگفت کجا باید این نسخ صریح بشه. و ما بدین وسیله می‌خواستیم ممانعت کنیم از دسته گستره‌ای از قوانین راکد، غیر قابل اجرا یا متناقض یا متعارض با قوانین موجود کشورمون. خب ما اگر بخوایم واقعا رویکردمون رو نسبت به ایرانیان خارج از کشور تغییر بدیم، قبل از اینکه نیاز به قانونگذاری داریم، نیاز به
تدوین یک راهبرد درست داریم.